دانشگاه ملی تاجیکستان، مرکز آموزش زبان‌ها. در اینجا شنونده خارجی از کشورهای کره، چین، افغانستان، امریکا، استرالیا، قزاقستان، پاکستان، دولت قطر، عربستان سعودی، ایرلندیا، شویتسیا، چخیا، اسپانیا، انگلیا، اسلواکیا و کشورهای دیگر دنیا برای آموزش زبان‌های تاجیکی و روسی به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. و ما هم با دانشجویان خارجی صحبت خواهیم کرد و از فعالیت مرکز مذکور به شما معلومات خواهیم داد. لوران از امریکا است. از آن که علاقه زیاد به ادبیات تاجیک دارد، به خود اسم تاجیکی هم گذاشته است. او را در تاجیکستان کیانوش میگویند. من همیشه علاقه داشتم به تمدن پارسی و تاجیکستان به من معقول شد برای اینکه مردم مهربان داره و میخواستم اینجا بیایم درس بخونم و همون لهجه تاجیک به من معقول شد و از همین من بیشتر میخواستم با فرهنگ تاجیکستان آشنا بشم و بیشتر اینجا بمونم و بخونم. من با صفر آمدن، یعنی من هیچی نمیدونستم، لیکن از صبر مردم تاجیکستان میتونستم راحت یاد بگیرم. کم کم صحبت میکردم با مردم. البته من هم درس داشتم، با معلم ها صحبت میکردم، لیکن مردم مهربان تاجیکستان هم به هم کمک کردن. هر دفعه که من میرفتم بیرون، مثلا با یک راننده صحبت کردم، اون کوشش میکرد به هم کمک کنه، به من بفهمونه چی خیلی تاجیکا همون زبان تاجیک گفته میشود، گپ زده میشود و از این راحت میتونستم یاد بگیرم. در دانشگاه رابطه بین‌المللی خوندم و برای همین من همیشه اطلاعات داشتم درباره کل دنیا، لیکن من از همونی که من گفتم علاقه داشتم به تمدن پارسی و تاجیکستان یک ملت قوی توی همون تمدن پارسی است و از همون میخواستم بیشتر اطلاعات بیشتر پیدا کنم بیابم درباره تاجیکستان. تاجیکستان همون شاعر رودکی را دارد. در تاریخش ما میتونیم بگیم که رودکی اون شاعر پدر همون شعر فارسی، شعر پارسی از اینجا شروع می شود. از تاجیکستان همون فرهنگ شعر نویسی شروع می شود و اون ادبیاتش و از فرهنگش هم بیشتر با اون آشنا شدم. با من معقول شد. همون خوراک تاجیکی ملی برای من بسیار بامزه است. من قریب هر هفته میرم بیرون، کروتاب میخورم. آش تاجیکستان بهترین است و دیگر مثلا ورزش های تاجیکستان با من معقول شد. من دفعه قبل که در تاجیکستان بودم رفتم بوزکشی را تماشا کردم. من بیشتر از لایق شیرالی خوندم. البته من قبلا فارسی، یعنی خط فارسی عربی میدونم، بلدم و از اون راحت تره من میتونم بخونم، لیکن هر روز کوشش میکنم یک شعر از لایق شیرالی بخونم. نه حفظ نکردم. من خاطرات ماهی دارم، نمیشه و حفظ کردم که من میخوام بیشتر در آینده بگردم. من رفتم خوجند، مثلا شهر خیلی زیباست. پنجشکن هم رفتم. البته در دوشنبه با من خیلی معقول شد. از همه شهرهایی که من رفتم دیدم در دنیا، دوشنبه یکی از در سطح بالاترینه برای اینکه مردم مهربان داره. همه چی در اینجا راحت پیدا می شود. حتی خوراک خارجی، خوراک تاجیکی و بعد امیدوارم در آینده بیشتر سفر کنم در داخل تاجیکستان، برم به شهرهای دیگر. ما که میخوایم دانش بیشتر داشته باشیم، زبان رو بموزیم، باید کنجکاو باشیم و از اون، یعنی اگر کنجکاوی داشته باشیم معنیش اینه که ما لذت میبریم از درس. من میدونستم که از همه برنامه‌های که در تاجیکستان هست این بهترین بود. معلم‌های خیلی قوی، پر دانش دارد و از این برای همین من میخواستم اینجا بیاموزم و درسم بسیار خوش میگذره. هر مشکلی که پیش میاد حل میکنم با معلمه من.
سیاوی و اطلاعاتی فراوان درباره زبان تاجیکی دارد و خیلی خوب با زبان ما حرف میزند. همچنین او نیز به خود نام تاجیکی گذاشته است. او را در دانشگاه ملی تاجیکستان با اسم لاله میشناسند. چگونه درباره تاجیکستان اطلاعات پیدا کردید و چرا خواستید که به تاجیکستان آمده زبان تاجیکی از خود کنید؟ زیرا من خودم از دانشگاه زبان‌های خارجی پکین ما هم یک اختصاص داریم، زبان روسی پلوس زبان‌های آسیای مرکزی. من در گروه زبان تاجیکی ما همگی 6 نفر و وقتی که ما کورس سیوم بودیم توسط تبادل اکادمی به اینجا فرستاده شدیم در مرکز آموزش زبان‌ها 1 سال درس خوندیم و بعد تمام کردن ماجستراتور در اونجا من باز از طرف دانشگاه به اینجا فرستاده شدم برای یاد گرفتن زبان تاجیکی. زیرا در دانشگاه همگی 101 زبان داریم، بسیار زبان‌های خارجی و زبان تاجیکی هم یکی از این زبان‌ها هست. می‌خواهیم هم اختصاصی زبان تاجیکی کشاید در چین، اما این کاری مشکل است زیرا معلم نیست، کتاب نیست و باید یگان کس که زبان متخصص باشد و برای همین به اینجا آمدم. خود در فاکولته فیلولوژی دکتر پیچدی خونده ایستادم. های نصیب در سال آینده میتونم با موفقیت حمایت کنم و بعد به خطای برمیگردم و اونجا در دانشگاه خودمون یک اختصاص میکشیم و خواننده چینی درس زبان تاجیکی میدهیم. چگونه از زبان تاجیکی دشوار نبود آموختن برای شما؟ سخت نبود؟ بله، در اول دشوار بود زیرا کتابی درسی نبود و فقط کتاب با روسی. ما روسی میدونیم اما نه اونقدر خوب و کتابی درسی با زبان هیتای خود نبود و در اول مشکل و تماما هم گراماتیکای زبان تاجیک نفهمیدیم. گرگو، فعل و زمان های دشواری زیاد، اما خود آهسته کار آسان‌تر می شود و خود میتونم کمی با زبان تاجیکی صحبت کنم. اما اگر درباره کارهای علمی هم برای من این کار آسانه. شما چه کار علمی می نویسید؟ درباره چی است؟ موضوع من درباره رابطه ادبی. رابطه ادبی تاجیکستان و چین؟ بله، یعنی ایجادیات لوسین، یک نویسنده ما، بر مبنای ادبیات روابط ادبی بین خلق‌های تاجیک و چین. خب چی‌ها آموختید؟ چی‌ها را از خود کردید؟ می‌توانید درباره روابط ادبی تاجیکستان و چین کمی برای ما گپ زنید؟ بله، یعنی خود یک مقاله برای کنفرانس تهیه کرده ایستادم. موضوعش شاهنامه در چین، یعنی ترجمه و تحقیقات شاهنامه در چین و شاهنامه متن پوره الکی به زبان چینی ترجمه شد و بسیار متخصصی ساخه زبان فارسی آن را بررسی میکنم، تحریر میکنم و اثرها زیاد. من خود را این معلومات جمع میکنم و یک مقاله با زبان تاجیکی می نویسم. های نصیب در کنفرانس بعد کنفرانس جغرافی شاهنامه در یگان مجله چاپ شود. جغرافی شاهنامه. بله. شما درباره رابطه های مثلا فرهنگی تاجیکستان و چین چی میدونید؟ چون ما یک کشوری همسرحد هستیم و بسیار رابطه های تاریخی هم داشتیم در طول تاریخ. بله، به فکرم در گذشته ما بین این دو حلق‌ها رابطه زیاد بود توسط راه بزرگ ابریشم تاجیک تجارت زیاد داد و گرفت میشه. من شنیدم اینجا
فرفور چینی نام دارد. یک کاسه چینی کاسه چینی ما چینی میگیم درست چینی میگه. اول کمی حیران شدم اما بعد فهمیدم این فرفوری ما شما فرفور میگه ما فرفور های یک چیزی عجایب یعنی این چینی اول از خودی چین آورده به اینجا آورده شد برای همین هم نام دارد این یک چیزی عجایب من رابطه ادبی آموزه ایستادم و بسیار شعرهای مثلا شاعر میرزا ترسونزاده به زبان چینی ترجمه شد و فکرم اول آنها از ورسیای روسی توسط یعنی این ترجمه به واسطه نه ترجمه از ترجمه ترجمه از ترجمه اما در سالهای نزدیک و ترجمه به واسطه هم پیدا شد زیرا معلم بسیار معلم اونجا کنفوسیا کار میکرد آنها سالها در اینجا زندگی میکنن زبان تاجیکی نقص میدانن و آنها هم خودشون ترجمه میکنن اثرهای مثلا یک معلم نامش سجاد اثرهای آثار استاد صدرالدین عینی مکتب کوهنه مرغ سودخور علاقه به زبان چینی ترجمه کرد و این کتاب ها هم در آینده نزدیک چاپ می شود. شما خوندید مرگ سودخور و آدینه رو؟ آدینه کمی خوندم. با زبان چینی خوندید یا نه با زبان تاجیکی. خب می شود یک شعری بخونید با زبان تاجیکی؟ بلد هستید؟ شعر متاسفانه کم میدانم. خب هر چی که دانید؟ یک شعری رودکی هیچ شادی نیست می شود بخونید هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ توهین نیست بردی و تختر از فراق دوستانی پرهنر. آفرین. اسم شما لاله است به زبان تاجیکی؟ بله بله. به چینی چی است؟ شی سیاو یو. شی سیاو یو. آفرین. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. لوک از کشور استرالیا است. او با اویلش در اینجا زندگی میکند. او هم به خود نام تاجیکی گذاشته است، یعنی روشن. روشن دوستان عزیز از استرالیا هستند، زبان تاجیکی از خود کردن و ما کمی صحبت میکنیم. خب شما درباره زبان تاجیکی و من درباره تاجیکستان از کجا معلومات پیدا کردید؟ چیکه یا خش اومد چند سال پیش 5 سال پیش و اومد و یا بیزنس شده نیست. نکی بعد وای مرفایرو کرد. وای میگه بیا جا اینجا آدمی خوشو، آدمی مهربان، آدمی مهمان دوست. بیا یاد با خاطر ما کار میکنی. بعد من گفتم در تاجیکستان. بعد گفتم خیلی ماله. بعد چیکار کنم؟ بعد وای گفت بیا جا دانشگاه برا. اینجا تاجیکی میخونی. خب. و گفتم مالش چون گفتم من تاجیکستان نرفتم پیشکی نشنیدم تاجیکستان نمیدونستم نمیدونستم تاجیکستان و بعد آمدم یاد 2 سال پیش بعد زنم خمیردار بود بعد ما چند ماه استادم 3-4 ماه استادم بینم چخلیه آدم چخل چی محیطش چگونه است؟ آخه چخلیه بعدی 4 ماه ما استرالیا رفتم برای کودک شدن بعد کودک یا نام نامی انوار تاجیک حالا اومدم حالا شما در استرالیا او رو انوار گفته خطاب میکنید؟ انوار نه تاجیکستان آوردم شد نکی امروز نآوردم شد در تاجیکستان هستم حالا در تاجیکستان همراه همسرتان زندگی چگونه است مثلا محیط تاجیکستان من عادت کردید با اینجا عادت کرده است ما
کاتی یا اویلا زندگی کردم کاتی صبحانه خوب بود برای همه چی یاد گرفتن بزرگ رفتن چه خلای کدام مغازه میرم چی میخریم چی میخرم چه خیلی آب تیار کنم چه خیلی آش میپزم یا با آش پختم که مهمان فایده کردن که ما چی چهار لالی برنج انداختم بعد 2 لالی آب موندم چه خیلی آش میپزم چگونه آمد آشتان؟ ده بزه بود مهمان آمد مهمان دید بعد مهمان کم تا کمک کرد؟ کم تا ساز کرد و نکی آخر بزه بعد عجیب هازی کم تا یاد گرفتم زبان تاجیکی سخت نبود از خود کردنش خیلی هم آسان اگر میگردی کتی آدما کم تا یاد میگیری یعنی شما در نتیجه معاشرت زبان تاجیکی را از خود کرده صحبت کردن کتی صبحانه کم تا درس کردم پیش ای دانشگاه آمدم کمتر تصور پیدا کرده همون کم تا زبط میکنم با تلفن بعد شنیدم تکرار کرده گوش کردم درس بعد چی که بعد دانشگاه آمدم وقتی که درس استارت شد و کتی یای معلم اپای نگینا و معلمی زورای کتی اویلا آمدم میایم بعد درس میگذارم اولتون هم زبان تاجیکی میخواند؟ میخونم یک جویا میخونم خاطی بچه‌م ولی یک ساله یا نیم ساله فکر میکنم اگر استرالیا برای زبانی انگلیسی بلد نیست در خانه انگلیسی گام میزنم در خانه نکی اگر بیرون میگردم تاجیکی گام میزنم نکی یک کلمه هسته یکی تاجیکی آسان‌تر گام میزنم اگر ما میخوام وای یگون چی نمیرسه میگم نرس یکی مان تاجیکی از زیادتر میفهمد از اون که انگلیسی اگر انگلیسی گام میزنم کم تا درست‌تر میشه برای آسان تاجیکی گام میزنم مان نرس یکی بیو کی با انگلیسی من باید 3-4 کلمه استفاده میبرم نکی با تاجیکی آسان میشه عجیب چی ها میخونید با زبان تاجیکی زبانی گفتگویی یا گرفته هستم که ما یا بیزنس شدنیم بعدی زبانی گفتگویی ما میخوام زبانی شعر زبانی ادبی زبانی خشوع یا گرفته هستم نکی هازی ما باید اول زبانی گفتگویی یا گرفته هستم چون تجارت برای تجارت لازم است کی اگر زبانی اگر استراز زبانی چی ادبی زبانی خشوع زبانی ملت یا گرفته هستم ممکن آدم خودم نمیفهمم چی گفته هستم درست نکی ما نفهمم آدما همون زبانی ملی زبانی ادبی یا گرفته است که زبانی شعر بسیار کتاب با زبانی ادبی نوشته میشه کوه عجیب کوهی تاجیکستان عجیبه دو هفته پیش ای کوه آمدم کولی کلون رفتم 7 کوه رفتم کولی علاودین اسکندر کوه دویدم 150 کیلومتر دویدم عجیب ما فکر کردم ما دیگه دنیاییم ما نمیدونستم تاجیکستان اما خیلی خشوعه همه آدم میگه کوه تاجیکستان خشوعه نکی نرفتم نفهمیدم اول نکی رفتم ما عجیبه تشکر زیاد نامی انگلیسی شما چی است؟ لوک نامی تاجیکی شما؟ روشن بهترین سلامت باشید تشکر عین حال در مرکز آموزش زبان‌های دانشگاه ملی تاجیکستان 22 نفر شهروندان خارجی زبان تاجیکی می‌آموزند و اساساً آموزگاران فاکولته فیلولوژی تاجیک به آنها درس می‌دهند. این مرکز اصلاً برای خارجی‌ها زبان تاجیکی را می‌آموزد. چگونه مرکز در کدام زمینه‌ها تأسیس یافت؟ فعالیت چگونه برآمده شد؟ تشکر. تا سال‌های 2000 یعنی در نزد کافدر زبانی تاجیکی دانشگاه ملی نماینده‌ها از هر کشور می آمدند برای پس از مخصوصا پس از صاحب استقلال شدن مناسبت رابطه ها با کشورهای
بیرون از اتحاد شوروی بسیار قوی میگردد و آمدن خارجی ها زیاد میشه. در همین وقت نفرها به طور علایق انفرادی می آمدن در نزد کافدره با استادا قرارداد میبستند و آموختن زبان تاجیکی میپرداختند، سعی میکردند. و یک نفر استاد همچون سرباری نفری رو تا آخری سال زبان تاجیکی میآموخت و با همین عنعنه تا 2001 ادامه یافت. سال 2001 با یک خلاصه آمده ما روی کارمندان فاکولته مخصوصا زبانشناسی گفتیم بیاید یک مرکزی تأسیس دهیم که همین ها رو جمع کند. این مرکز آموزش زبان های ما که با سعی و تلاش و کوشش و پیشنهاد معلمه شادروان پروفسور مکرم نبیل قاسم‌آوا و رکتور همون وقت صفیف تأسیس داده شد با قرار شورای عالمان تا حال عمل میکنه و هدف مقصد مرام این مرکز آموزش زبان ها عملی کردن سیاست زبانی حکومت تاجیکستان در داخل کشور و بیرون نماینده‌ای که بیرون از کشور میآیند بعد تاجیکستان با کارهای تجارتی با کارهای فرهنگی رابطه‌های دیپلماتی مشغول هستند برای اون آموختن است. در حقیقت در همین مدت خیلی نماینده‌های کورپس‌های گوناگون دیپلماتی یعنی در ساحه کارهای دولتی خارجی کار میکردن آمدن آموختن قریب از همه منطقه و مملکت‌های دنیا آمدن تا اگر تا امروز حساب کنیم تقریبا به 1000 نفر میرسد که در مرکز ما مرکز آموزش زبان‌های دانشگاه ملی زبان تاجیکی آموختن، روسی آموختن، زبان فارسی آموختن و حالا در مملکت‌های خودشون یک به صفت مبلغ، تبلیغگر فرهنگ، زبان، تاریخ خلق تاجیک هستند. ما از این چیز خیلی خوشحال هستیم و همیشه نامه می‌نویسند، در ارتباط هستیم، شاگرد روان میکنن. این یک کاری خوبی دانشگاه و مرکز است که امروز ما خودتون شاهد گشتید چند نفر علاقه ادامه دهنده همون کارهای خیری که سالهای اولی عصر 21 آغاز شده بود دوام می‌دارد. خب چگونه است خواهششون ذوقشون به زبان تاجیکی؟ چه کنجکاوی میکنند بیشتر؟ کدام جنبه‌های زبانی ما برای پسند است؟ اکنون در بین شنونده ما اینها رو به صفت شنونده قبول میکنیم، اصلا زبان آموز میگیم. اینها سطح فرا گرفتنشون، سطح از خود کردن دانششون، زبان آموزششون گوناگون است. بعضیشون میخوان زبانی گویشی رو آموزن، میخوان زودتر زبانی گویشی رو آموزن و در کوچه و بازار مقام پیدا کنن، با مردم در صحبت باشن. مخصوصا میخوان تیزتر با مردم تماس گیرن، فرهنگ ما رو، رسم و آیین ما رو آموزن. گروه دیگر میخوان زبان ادبی رو در اساس مواد تعلیمی، مواد علمی آموزن و میخوان آینده محقق شوند. این نفرهایی که به زبان رو در سطح زبانی گفتگو میآموزن یک ساله یا اکثرشون یک ساله میآیند زبان رو میآموزن میروند. نفرهایی که پرتر میخوان و آینده میخوان باز در رشته های گوناگون دانشگاه همچون دانشجو فعالیت کنن، همچون ماجستر فعالیت کنن، عمل چی رو دوام دادن میخوان. من نمونه بهترینش که صحبت آراستیم همون با نام لاله دکتر پیجی هم ماجستراتور خواند. خیلی دختره که زبان تاجیکی رو، زبان تاجیکی فصیح، زبان تاجیکی علم رو آموخته است. بله. بودن در میانشان نفرانی که کارهای علمی کردن، کارهای علمی با زبان تاجیکی نوشتن. بله، چند نفر رو من به صفت به نمونه میارم. آنها کار علمی کار علمی که به طوری باید شاید در معیارهای جهانی باشد انجام داده باشند نیستن. به هر حال یک کارهای ماندگار رو کردن از قبیل تهیه فرهنگ دو زبانه، هم به زبان چینی تاجیکی، تاجیکی چینی، زبان کوریایی، زبان تاجیکی، تاجیکی کوریایی و پایان نامه ها نوشتن. یعنی پایان نامه ها در شکل ماجستر، یعنی رساله ختم ماجستر ما پایان نامه میگیم که کامیاب شدن. نفرایی هستن که حالا در رشته دکتر پیجی تحصیل گرفته استودن، آنها میخوان در همین چند نفر اکنون البته در پس از آموختن زبان روسی به زبان روسی پایان نامه نوشتن، حالا اکنون به زبان تاجیکی هم در رشته رشته تاریخ هم در رشته فیلولوژیا آموزش شده استودن. خب با فکر شما همین از خود کردن زبان تاجیکی از جانب خارجیان چه منفعت دارد برای فرهنگ ما، زبان ما، ملت ما؟ وقتی ما با همین سوال با همین پرسش مراجعه میکنیم، آنها میگن که زبان تاجیکی زبان ناب است، شیرین است، زبان شعر است، زبان قدیمه است، زبان یک مردمی تمدن است. ما در بابت تاجیکستان، در بابت خلق تاجیک از تاریخ نامه ها خواندیم و هوس پیدا می شود که بیاییم آموزیم. چون می آموزیم در حقیقت زبان عجیب است، زبان بسیار خوب است، گوارا است و شاعران بزرگی
که با این زبان ایجاد کردن ما رو مؤثر می‌گردند. در جریان صحبت درک نمودیم که هر دانشجو علاقه خاصی به زبان تاجیکی دارد. پیش از همه ادبیات غنی و فرهنگ و تمدن بای و رنگین ما برای آنها جالب است، زیرا این فرهنگ و تمدن و زبان ناب در مسیر تاریخ خدمت‌های شایان برای ملت ما کرده است.